روی اسلام، دین رأفت و رحمت سخن خواهند گفت. با 3 تکبیر استقبال فرمایید. لازم میدونم از حضور جناب مهندس جدلی شهردار محترم و زحمتکش زاهدان و اعضای محترم شورای اسلامی شهر زاهدان هم تشکر بکنم و حضور این عزیزان عرض سلام داشته باشیم که در جمع صمیمی ما حضور دارند. الحمد لله باسط اليدين بالغفران المنعم على ملة الإسلام بالإيمان والصلاة والسلام على من جاء بالكتاب والقرآن وعلى آله وصحبه الذين حبب وزين في قلوبهم الإيمان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقال سبحانه وتعالى: إن ربكم لرؤوف رحيم. وقال تبارك وتعالى في شأن نبينا: وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقال عليه الصلاة والسلام: بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الله جل جلاله به این امت و به شما سروران عزیز و به تمامی آحاد امت سرور دو عالم، امام الانبیاء، نبی النبیین، شفیع العالمین، حضرت احمد مجتبی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم پیام رأفت و رحمت رو داده و در این جهان فرستاده است. در واقع این امت پیام آور نجات، پیام آور خوشبختی و سعادت، پیام آور سربلندی، پیام آور نجات از آتش خطرناک و خوفناک جهنم، پیام آور نجات از قهر و غضب پروردگار در این جهان و در آخرت است. تمام دوستان و سرورانی که به این سعادت رسیده اند و در این جمع پر از نور و این محفل نورانی تشریف آورده اند، این پیام و این درس که ما پیام آوران دین مبارک و دین شریف اسلامیم به جهانیان، این دین سراسر رأفت و رحمته. اما موضوع بسیار مهمی و نکته بسیار حساسی که امت از آن غفلت ورزیده، در نتیجه جهان امروز، جهان بشر امروز از رأفت و رحمت اسلام بدور است، بلکه بیخبر و ناآشنا شده است.
سبب و نقطه بسیار مهم غفلت امت اسلام از دعوت اسلام است. زمانی که این امت هدیه الهی را و خودش را پیام آور و تقدیم کننده هدیه آسمانی میدونست، این امت نه تنها خودش سربلند بود بلکه جهانیان را به سوی سربلندی و افتخار دعوت میداد و این قدم برداشتنش به سوی جهانیان بیانگر رأفت و رحمتی بود که از مکتب جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم یاد گرفته بود. این امتی بود که به جهانیان رحم می کرد و این امتی بود که برای نجات انسانها سرمایه گذاری می کرد. این امتی بود که بیانگر این مطلب بود که اسلام دین رأفت و رحمت. اسلام آنچنان رأفت و رحمت در بر داره و اسلام آنچنان رأفت و رحمت رو به جهانیان تقدیم میکنه که در مورد رب ذوالجلال تقدیم کننده این شرع مقدس اسلام به جهانیان، ان ربکم لرؤوف رحیم، رب ذوالجلال رؤوف و رحیم، و توسط آن ذات مبارکی که دین اسلام به جهانیان تقدیم شده، حضرت سرور دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم خود ایشان رو پروردگار معرفی نمودن و بالمؤمنین رؤوف الرحیم. رأفت و رحمت. پرسیدن دین چیست؟ ما دین؟ در جواب فرمودن الدین النصیحه، الدین النصیحه، دین که خیرخواهی است. دین خیرخواهی برای تمام جهانیان است. دین خیرخواهی برای تمام اقشار و جامعه بشری است. اگر ما بنگریم بر سیرت زیبای رسول الله صلی الله علیه و سلم که چگونه رأفت و رحمت رو به جهانیان و این امت تعلیم دادن، در یکی از مسائل بسیار مهم، وحشی قاتل سیدنا حمزه رضی الله عنه، انسانی بسیار سخت دل، کسی که به این جرأت رو به خودش میده که نیزه به سوی عموی گرامی قدر رسول الله صلی الله علیه و سلم پرتاب میکنه، اما سرور عالمیان چنان رأفت و رحمتی رو آورده اند و چنان رأفت و رحمتی رو میخوان به اسلام به جهانیان تقدیم بکنن که قلبش بیقراره. وحشی هم به بهشت بره، وحشی هم از جهنم نجات حاصل بکنه. بعد از فتح مکه وحشی فرار میکنه به طائف. بعد از این که سرور دو عالم طائف رو محاصره میکنه، وحشی خودش رو تسلیم نمیکنه. بعد بازگشت به سوی مدینه منوره، سرور دو عالم پیام میفرستند برای وحشی، اسلم تسلم، ای وحشی ایمان بیار. چقدر رأفت و چقدر رحمت. این قاتل آن عمویی است که سرور دو عالم وقتی که بر جنازه سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنه ایستادن، آنچنان گریه کردند که صدای گریه پیامبر تا دور شنیده میشد. این وحشی قاتل آن عمویی است که پیامبر از همه او رو بیشتر دوست داشت. آن عموی گرامی قدری که برای اولین بار وقتی که مسلمانها به سوی حرم قدم برمیدارند، اولین جرقه نور اسلام که اسلام رو اظهار میکنن با به سوی حرم دارن قدم برمیدارن، یک طرف مسلمانها سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه ایستاده و طرف دوم پشتیبان و حامی مسلمانها سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنه بود. این نه فقط عمو بود بلکه پیامبر با پیامبر نسبت برادری هم داشت، برادر رضایی پیامبر بود. با دیدن این وضعیت که عموی گرامی قدر بینیش بریده شده، چشماش بیرون آورده اند، زبان مبارک رو هم بیرون بریده اند، گوشه ها رو هم بریده اند، سینهش رو شکافته و از سینه مبارک جگر رو بیرون آورده اند و جویده اند. پیامبر با دیدن این
منظر چنان گریه میکنه که صدای گریه تا دور شنیده میشه. در همین منظر بود که وقتی که هنوز گریه و نوح من نشده بود در اسلام، زنای مدینه دور اطراف شهیدان خودشان نشسته گریه میکردن. پیامبر بر زبان گرامیش اومد والحمزه لا بواکی له، کسی نیست که برای عموی من گریه بکنه. اینجا بود که سعد رضی الله عنه زنان انصار مدینه میگه بذارید شهیدان خودتون رو همه‌تون برید در محضر سرور دو عالم و برای عموی گرامی پیامبر گریه کنید. اما وحی اومد و من شد نوح و گریه. باز برای پیامبر فرمودن خداوند به شما جزای خیر بده، برگردید به سوی خانه هایتون. این عموی گرامی قدر و وحشی به شهادت رسونده. پیامبر میخواد این وحشی رو به بهشت ببره. این دین رأفت، دین رحمت به ما درس میده. اسلام این رأفت و رحمت رو داره. وحشی چی میگه در جواب؟ وحشی میگه که من که قتل کرده ام و قرآن میگه که هر کسی قتل بکنه، زنا بکنه، دزدی بکنه، یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامه و یخلد فیه مهانا، او که برای همیشه در جهنم میمونه. من چرا اسلام بیارم؟ قاصد برمیگرده. اما سرور دو عالم شفقت و رحمت و رأفتی که در قلب دارن، باز هم بار دوم قاصد میفرستن که برو به وحشی بگو که رب ذوالجلال اعلام کرده الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما. زمانی که این پیام برای وحشی میاد، پیام رو میخونه و در جواب میگه که فیه شروط و شروط مشکله. آمن، تاب، توبه کنم، آمن، ایمان بیارم، عمل عملا صالحا، اعمال نیک انجام بدم. من نمیتونم این شرایط رو برآورده کنم. برو به نبیت بگو من ایمان نمیارم، دست از سر من بردار، من ایمان نمیارم. وقتی که قاصد برمیگرده، اما آن شفقت و آن رأفت و رحمتی که در قلب اطهر رسول الله صلی الله علیه و سلم جوش میزد، پیامبر رو بیقرار میکنه. باز هم قاصد میفرسته برو به وحشی بگو، این پیام رو به وحشی برسان که رب من میگه ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك. ستاره ها برای درخشیدن و نور دادن و مسخر شدن تابع امر الله و النجوم مسخرات بامره، هوا برای وزیدن تابع امر الله. هو الذي يرسل الرياح، ابرها برای حرکت کردن تابع امر الله. فتسير سحابا، ابرها برای توقف کردن تابع امر الله. فيبسطه في السماء كيف يشاء، ابرها برای باریدن تابع امر الله. فتر الودق يخرج من خلاله، زمین برای شگاف برداشتن و سرسبز و شاداب شدن تابع امر الله. ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا، هر برگ درخت تابع امر الله. ما تسقط من ورقه الا یعلمها، پرنده ها در آسمان ها برای پر زدن و بستن پرهایشون تابع امر الله. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن. همه جهان تابع امر الله، بحر و بر تابع امر الله، آسمان و زمین تابع امر الله، شرق و غرب تابع امر الله، انس و جن تابع امر الله، همه جهانیان تابع امر الله. چشم انسان برای دیدن تابع امر الله، زبان انسان برای گفتن تابع امر الله، گوش انسان برای شنیدن تابع امر الله، دست پای انسان برای حرکت کردن تابع امر الله، قلب انسان برای پمپاژ خون تابع امر الله، هر قطره خون بدن انسان تابع امر الله. هر لحظه دستور بده که قطرات خون در قلب توقف کنن یا در مغز توقف کنن. میگه فلانی سکته کرد و از بین رفت، یا سکته کرد فلج شد، خود به خود نشد، امر الله اومده. این پیام رو به جهانیان رسوندن. انسان ها با الله صلح و آشتی بکنید، سعادت دو جهان قدم هایتون رو خواهد بوسید. این پیام رأفت و رحمت اسلامه. بله، رساندن این پیام هم
با شفقت، غمخواری و دلسوزیه. این پیام را سرور دو عالم و همه انبیا با شفقت و غمخواری و دلسوزی تقدیم کردند. یعنی تقدیم این رأفت و رحمت با تقدیم رأفت و رحمت تقدیم میشه. این هدیه‌ای که رأفت و رحمت داره به نام اسلام با رأفت و رحمت تقدیم میشه. در قلب قرآن پیامبر پروردگار به ما درس داده، در قلب قرآن به ما درس داده شده که چگونه با رأفت و رحمت این هدیه آسمانی را به تمام جهانیان تقدیم بکنیم. این جمع ما برای فقط برای عالم اسلام نیست. سرورانی که فارغ التحصیل شده اند فقط برای رسیدن و دریافتن جهان اسلام نیستند. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. ای امت مصطفی، خصوصا ای سرورانی که شما فارغ التحصیل شده امسال، شما مسئولیت ناس تمام جهانیان رو دارید. باید همه را از کفر و شرک، از ذلت نافرمانی الله به سوی عزت و سربلندی اسلام عزیز و توحید و اطاعت فرمانبرداری پروردگار برسونید. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس، همه جهانیان، کنتم خیر امه اخرجت للناس. پروردگار ما رو برای نفرسانی همه جهانیان فرستاده. چه کسی به داد اروپا برسه؟ چه کسی برای امریکایی ها اشک بریزه؟ پیامبران می اومدن اشک می ریختن. ما که برای نجات همه جهانیانیم. اگر ما امروز با شفقت و رحمت تقدیم کنیم هدیه اسلام را، دین رأفت و رحمت به جهانیان، انسانها تشنه‌اند. این کسانی که حد اکثرشون 20% که در مقابل ما قد علم کرده‌اند و میخوان اسلام مسلمین رو از بین ببرن، بقیه عموم ملت اروپا، عموم ملت امریکا، عموم ملت استرالیا، عموم ملت های جهان از این دین رأفت محرومن. کسی باشه که به اونها تقدیم کنه، کسی باشه که مانند اصحاب پیامبر قدم برداره و زمانی که ازشون بپرسن چرا اومدید، در جواب بگن نحن و انتم من اب و ام، ما و شما از یک پدر و یک مادریم. و همان گونه گناه شبا اشک میریختن. کسی باشه که برای امریکایی ها اشک بریزه جهنم نرن، کسی باشه که برای اروپایی ها اشک بریزه جهنم نرن، کسی باشه که برای بداد بشر برسه. ما رو پروردگار برای نجات بشر فرستاده. برای قرآن به ما این درس داده. در قلب قرآن سوره یاسین نحوه تقدیم کردن این پیام، این دین رأفت و رحمت به جهانیان، چقدر قلبش پر از رحمت بود. قرآن داره تعبیر میکنه یا لیت قومی یعلمون. بعد از برگش امروز به حمدالله در جهان اسلام هستند کسانی که دوباره اون درد رو دارن تمرین میکنن تا در قلبشون بیاد. با درد دارن از خدا میخوان که درد قلب اطهر رسول الله صلی الله علیه و سلم رو نصیب ما بگردان. اونها با این درد دارن به جهانیان امروز اعلام میکنن. و اگر این نوع افراد رو خدا کنه زیاد بشن در امت اسلام، که اگر کسی به اونها دست بلند کنه، اونها میگن پروردگارا تو دستش قرآن بیار. ما نمیخوایم دست کسی فلج بشه. کسی قدم بر میداره نمیگه پروردگارا پاشو بشکن، بلکه میگه پروردگارا پاشو به سوی کعبه و جنت بگردان. یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. این داره حبیب نجار با خون خودش می نویسه و داره اعلام میکنه هر قطره خون حبیب نجار چه فریادی رو داشت. این قطرات رو، فریادشون رو رب ذوالجلال به من و تو خبر داده که اگر من و تو هم برای دین و اسلام عزیز جان دادیم، باید خودمون رو آن گونه تربیت بکنیم، باید خودمون رو آنچنان به آن مقام برسونیم که از قطرات خون ما پیام بیاد
با قطرات خون ما نوشته بشه ای انسانها ما شفیق و دلسوز و غمخوار برای شما هستیم، همان گونه که پیامبر ما برای شما شفیق و غمخوار و دلسوز بود. از هر قطره خون ما فریاد بیاد کاش شما بیایید به سوی اسلام عزیز. بعد از این که ما رو به شهادت هم رسوندید، کاش ربتون رو بشناسید و با پروردگارتون صلح و آشتی بکنید. بله، اما هشدار بعدی قرآن، تهدید قرآن به کسانی که با همدردان و با کسانی که رأفت و رحمت دارن و با کسانی که دلسوزی دارن، کسانی که در مقابل اونها قد علم میکنن، کسانی که در مقابل اینها میستن. قرآن داره هشدار میده به جهانیان، قرآن داره تهدید میکنه کسانی رو که برای خیرخواهان خود و دلسوزان خود نقشه بربادی میکشن. به اونها قرآن هشدار داده ان کانت الا صیحة واحده فاذا هم خامدون. اونها بترسن از امر الله، پروردگار فقط یک فرشته رو بفرسته و فریاد و چیخ فرشته قلبهای اونها رو میترکونه و برای همیشه اونها رو با خاک یکسان خواهد کرد. بله، اسلام دین رأفت و رحمته. اسلام دین رأفت و رحمته. حتی اگر جامعه مسلمین و شاگردان رشید رسول الله صلی الله علیه و سلم شمشیر برداشتن، به خاطر رأفت و رحمت برای جهانیان بوده. کسانی که مانع و سد راه بودن که این دین رأفت و رحمت به جهانیان برسه، مانع اونها بودن، اونها را از راه بر می داشتن، به خاطر که انسانها با دین عزیز اسلام آشنا بشن، با این رأفت و رحمت آشنا بشن. اما امروز در جامعه امروز چگونه انسانها دوباره بشناسن که اسلام دین رأفت و رحمته و تا به سوی اسلام گرایش پیدا بکنن؟ برای این نیاز به اینه که هر مسلمان خودش رو پیام آور دین رأفت و رحمت اسلام بدونه و برای تقدیم کردن این دین و رأفت و رحمت به سوی جهانیان قدم برداره. این خودش بیانگر رأفت و رحمت اسلامه. من چندی قبل در یکی از مناطق رفتم، منطقه‌ای بود که مشکلات داشتن بین هم، اما وقتی که من خبر دادم که خدا این جمله معروف برای ما اینجا واضح شد، خدایا شری برانگیز که در آن خیر ما باشد. میگه وقتی که ما اینجا که ما طوفان اومد، طوفان گناه اومد، بعضی از سرورا و بعضی از عزیزانی که در قلبشون اون رأفت و رحمت رسول الله صلی الله علیه و سلم یک ذره از اون میدرخشه، به دیار ما اومدن و اینجا با ما احساس همدردی کردن. ما از اینجا به بعد دشمنی رو با اونها رها کردیم، ما الان با هم دوست شده ایم. محبت و الفت جای عداوت و دشمنی رو گرفته. بله، اگر جهان امروز هم قدم بردارن مسلمانها و به سوی انسانها برن، قلبها انسانها کش میخورن. همین گونه که این جمع مبارک رو میبینیم، این بیانگر این مطلبه. کسانی هستند که در قلبهایشون یک ذره از رأفت و رحمتی که در قلب اطهر رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، پروردگار یک ذره به اونها نصیب کرده. بی خاطر همه دارن دور اونها جمع میشن. و اگر ما این دین اسلام رو، دین عزیز اسلام رو، دین رأفت و رحمت رو با رأفت و رحمت به سوی جهانیان برداریم و قدم برداریم، همه انسانها انشالله تشنه لبان ایمان سیراب خواهند شد، تشنه لبان خدا با خدا خواهند شد. به روزی میاد که دشمنان اسلام برای دفاع از اسلام جانهاشون رو فدا خواهند کرد. ما تمرین بکنیم و ما شفقت و رحمت رو، رأفت و رحمت رو در قلبهایمون جای بدیم و این رو به جهانیان تقدیم بکنیم. پروردگار دیگرگونی های عجیب میاره. در سال 1975 میلادی گروه از مسلمانها حرکت میکنن. بعد از اینکه چندین مدت با هم تفکر میکنن که به داد مسلمانهایی که در اروپا هستند و انسانهایی که در اروپا هستند چگونه برسیم، اینا با خودشون به این نتیجه میرسن که ما یک گروه حرکت بدیم و جماعتی رو از لندن به سوی مکه مکرمه پیاده حرکت بدیم. این جماعت برای اولین بار
در سال 1975 میلادی از لندن حرکت میکنه. در مسیر راه مسلمه، ماشین ها توقف میکنن، میپرسن چرا پیاده سوار بشید؟ میگه ما میخوایم به داد مسلمان ها برسیم. اگر ما با سواری از اینجا زود رد بشیم نمیدونیم حال مسلمان ها چیست، بی خاطر میخوایم یواش بریم، پیاده بریم. این ابوحت و عظمت اسلام و مسلمین را در قلب اهل اروپا جای میداد. یعنی مسلمان اینقدر ارزش داره که یک سال زندگی تا کجا میرید؟ میگه ما مکه میریم پیاده. تا چه مدت؟ یک سال در نظر گرفته ایم. خیلی تعجب میکردن. این جماعت مسلم بود که با خودشون خیمه داشتن، خیمه نصب میکردن و شبا اونجا قیام میکردن. بعضی جاها تو خونه های مسلمان ها و بعضی جاها کشیشه هایی که مهربانتر بودن اونها رو در کلیساها جا میدادن. این جماعت به مکه میرسه. بحمدالله پارسال یکی از دوستان که رفته بود بررسی کرده بود به ما خوشخبری داد اکثر نقاطی که آن جماعت خیمه نصب کرده، اکثر نقاطی که آن جماعت قیام کرده اونجا خونه بوده یا کلیسا، حتی اکثر اون نقاط تبدیل به مسجد شده اند بحمدالله. امروز جهان تشنه گروه هایی که رأفت و رحمت تو قلبشون دارن جا میدن و برای نجات انسانها قدم برمیدارن. با دیدن اونها بسیاری از کشورهای اروپایی با دیدنشون انسانها مشرف به اسلام میشن. اسلام دین رأفت و دین رحمت. ما این عزم رو بکنیم که ما برای همه بشر، برای همه انسانها دلسوز و غمخوار خواهیم بود، همدرد خواهیم بود، اما فقط محبت و مودت، دوستی مختص مسلمین و مؤمنینه. ما حق دوستی، حق مودت و محبت با کفار نداریم، اما دلسوزی و غمخواری و شفقت و همدردی برای تمام جهانیان. این درس اسلامه که به ما داده. ما نیت بکنیم که انشالله دین رأفت و دین رحمت اسلام رو با رأفت و رحمت به همه جهانیان تقدیم میکنیم. برای این همه شما نیت کردی انشاءالله. پروردگار به همه ما شما توفیق عمل نصیب بکنه. خیلی مقدم عرض می‌کنم حضور با سعادت